سلام به دوستای عزیز. میدونم اینجا توی امریکا یکی از مشکلات خریدن خیارشوره. همونطور که میبینین خیلی از خیارشورا سویتن، یعنی شیرینن، به ذائقه ماها خیلی نمیسازن. یه مدت طول کشید تا من یاد بگیرم چجوری باید یه خیارشور خوب انتخاب کرد. میبینین تو اینجا هم 1000 مدل خیارشور هست. چجوری شما میخواین یه خیارشوری که حالا با ذائقه ما ایرانی‌ها مخصوصا میسازه انتخاب بکنید؟ یکی از بهترین راهایی که من پیدا کردم این بود که وقتی یه خیارشور رو برمی‌دارین به این قسمتش نگاه بکنید. می‌بینین این یکی نوشته سدیم 5%. مقدار سدیم همون مقدار نمکی که داخلشون هست. 5% معمولاً مقدار نسبتاً شیرینه. من خودم معمولاً درصدای هولوش 9% تا 9% تا 11%. 15% خیلی شوره. مثلا الان این یکی 12% اگر ببینینش. این یکی میتونه یه دونه چیز خیلی خوشمزه باشه واسه اینکه انتخاب بکنی. شما هم واسه من پست کنید اون تجربیاتی که توی خرید کردن از امریکا دارین. مرسی.